در این بحث سوال‌های مطرح خواهد شد که روشن کننده زوایای تاریک و پنهان تاریخ و گذشته ما است. 25 سپتامبر دردهای نگفته، زخم‌های نبسته و بغض‌های در گل و خشکیده است. بدین مناسبت فرارسیدن 25 سپتامبر را به تمام انسان‌های آزاده و آزاده اندیش و بخصوص ملت مترقی و عزتمند هزاره ها تسلیت عرض می‌نمایم. استاد گرامی، چرا این جنگ‌ها آغاز شد و عبدالرحمن پادشاهی که علیه هزاره ها جنگید کی بود؟ در رابطه با این که عبدالرحمن کی بود، عبدالرحمن پسر امیر افضل خان، نواسه امیر دوست محمد خان از طایفه بارکزایی بود. امیر دوست محمد خان یک مدت پادشاه افغانستان بود. خب از این اولادای زیاد باقی ماند که شیر علی خان و افضل خان اینا از اولادای از اونا بود و امیر عبدالرحمن خان در مقابل شیر علی خان یک زمان استادگی کرد. خب بعد شکست خورد، فرار کرد، رفت، دوباره برگشت و آمد، بازم در مقابل امیر شیر علی خان استادگی کرد، بازم مقاومت نتونست، شکست خورد، رفت در آسیای میانه، مدت زیادی در اونجا بود تحت حمایت تزارهای روسی و بعد از مدتی که امیر شیر علی خان از دنیا رفت برگشت در اینجا، پدرش محمد افضل را به قدرت رساند. بعد از مرگ پدرش خودش در سال 1880 به سریر پادشاهی نشست و حاکمیت افغانستان را به عهده گرفت که البته افغانستان در اون زمان به این نام نبود، به نام خراسان یاد میشد. پادشاهی خراسان را ایشان به عهده گرفت. و این که چرا جنگ آغاز شد، امیر عبدالرحمن با توجه به اون خصوصیات شخصیتی که داره و کش شخصیتی که داشت و اون روحیه بلند پروازانه این که خراسان را یک دست کنه، در اختیار قوم پشتون قرار بده و یک حکومت مقتدر پشتونی به وجود بیاره، لذاست یک همچو ایده های را، همچو طرح های را اینا در سر می پروران. اما این که به هر حال شرایط و زمینه او زمان خراسان چه رقم بود و چه رقم اداره می شد، در خراسان حکومت ملوک الطوایفی بود، بیشتر خوانین و میرها در کل خراسان بین همه قبایل و به خصوص در هزارستان و در میان مردم هزاره خوانین حکومت میکرد و هر خان قلمرو و محدوده خاص حکومت خودش را داشت. در همون محدوده اینا به هر حال فرمان روایی میکردن، حاکم مطلق بودن، رقابت های هم بین خوانین در اونجا وجود داشت و جغرافیای هزارجات بسیار یک جغرافیای گسترده بود در اون زمان و یک همچو فضایی بود. جناب دکتر، اهداف امیر عبدالرحمن چی بود؟ اهداف امیر عبدالرحمن را چیزهای مختلفی تشکیل میده. یکی خب خود امیر نفس حکومت کردن و پادشاهی کردن برای یک مملکت خود از یک هدف مهمیه، قدرت. و در کنار از اینکه خب قدرت رو میخواست، استیلای بر کل مناطق خراسان او روز را که به صورت ملوک الطوایفی داره میشد، یک حاکمیت مقتدر را میخواستن به وجود بیاره. یکی از اهداف دیگه ایشی بود که حاکمیت تک قومی را در افغانستان قدرتمند و نهادینه بکنه که بتونه سالهای سال دوام داشته باشه، که ساکن کردن خلاصه مردمای کوچی اینا رو بردن در خیلی جاها جا دادن، جابجا کردن. اینا کلا در ارتباط با این مسئله بود که اینا روی اوضاع و روی کشور و روی مرزها و سرحدات کنترل داشته باشه. و یک سری اهداف دیگه هم در اینجا بود که خب ربطی به خارج پیدا میکنه. خواهر عبدالرحمن به نمایندگی از طرف عبدالرحمن ارتباط داشت با انگلیسیا، نشان هم یک زن به هر حال باهوش و سیاستمدار بود. در این زمان عبدالرحمن هم ارتباطش با تزارها برقرار بود و هم ارتباطش با انگلیسی ها. انگلیسی ها با مطالعاتی که روی اشخاص و افرادی که در افغانستان صاحب نفوذ بود انجام داده بود، به خصوص از خاندان شاهی و کسانی که در رأس حکومت بود، دایه حکومت داشتن،
شخصیت عبدالرحمن را مناسب و اهداف و خواسته های خود یافتند، چون یک شخصیت قسیع القلب، مستبد و در عین حال در مقابل انگلیسی‌ها یک آدم انعطاف پذیر بود. لذا بود که خب به هر حال بعدها ارتباطات مستقیم بین هند بریتانیایی و عبدالرحمن صورت گرفت. انگلیسی‌ها در برابر خط ډیورندی که با اونا واگذار شده بود و تمویل میکرد عبدالرحمن را، اسلحه در اختیارش قرار میداد، در عین حالی که این معامله صورت گرفته بود یک سری اهداف و خواستهای اونا هم داشتن که یک حائل بین خلاصه روسیه تزاری و انگلیس که طرفدار انگلیسی‌ها باشه در اینجا وجود داشته باشه. یعنی در واقع عبدالرحمن امیال و اهداف استعمار انگلیس اروز را که در واقع ابرقدرت او زمان بود، اینا را به هر حال در اینجا تطبیق میکرد و پیش میبرد. به همین خاطره که انگلیسی‌ها بسیار از عبدالرحمن حمایت کردند و اسلحه و امکانات در اختیار از اونا قرار دادند. ابزارها و تجهیزات جنگی میان آنها چی بود و چگونه به دست می آورد؟ ابزارهای جنگی متداول او روز همین تفنگ‌های بغلپور بود، تفنگ‌های دهنپور بود، شمشیر، پیشقبض، تبر و همون سلاح‌های در دست داشته او زمان بود. منتها اینی که عبدالرحمن بر اساس معاهدات و پیمان‌هایی که با انگلیسی‌ها بسته کرد، یک بخش عظیمی از خاک افغانستان را تحویل انگلیسی‌ها داد که به نام خط ډیورند معروفه و یک سری تعهدات دیگه هم نسبت به انگلیسی‌ها داد که ما حافظ منافع شما میتونیم اینجا باشیم، همیشه با شما هستیم، هم پیمان شما هستیم، متحد شما هستیم. و انگلیسی‌ها به خاطر از او ضربه‌ای که از هزارها خورده بود در جنگ اخیر افغان و انگلیس، بیشترین نقش در اینجا هزارها بر علیه انگلیسی‌ها بازی کرده بود که خب متاسفانه نویسندگان رسمی دربار اینا را از قلم انداختن. خب کسای دیگر را در اینجا بولد کردن، کلان کردن که آره اینا بودن که در جنگ نقش اصلی داشتن، و حالی که نه، کسای دیگر بودن که در اینجا نقش اصلی داشتن. از خاطر هم انگلیس‌ها یک مقدار دل درد بود و از طرف دیگه عبدالرحمن هم کل خواسته های از اونا را پذیرفته بود. با واگذار کردن پنجده و مرو به روسیه تزاری، اون طرف هم یک مقدار حسن نیت داشتن نسبت به عبدالرحمن. لذا بود که اینا از انگلیسی‌ها اسلحه های زیاد را اینا به دست آورد. سالیانه 18 لک روپیه هندی و زمان اینا از انگلیسی‌ها دریافت می‌کردن. اسلحه بسیار زیاد، توپ‌های بسیار زیاد که ما خدمت شما عرض کردیم که حدود 3000 توپ اینا طبق بعضی اسناد اینا از انگلیس گرفتن آوردن و اسلحه سازی در کابل درست شده بود. جاسوسا، جنگ روانی، تبلیغاتی که زمان میکردن، خب خیلی کسا بودن در داخل هزارها که از نظر علایق خود را با هزارها هم علاقه و هم عقیده نشان میدادن، ولی در واقع به نفع سپاه عبدالرحمن کار میکردن. کل زنا بر اساس معاملاتی بود که صورت میگرفت و دقیقاً شرایط فعلی را هم که ما در نظر بگیریم اینا همون سیاست قبلی را در نظر دارن. دوباره سعی داره که با این قدرت‌های برتر، قدرت‌های بزرگ، یک رقم خود را همنوا و هماهنگ نشان بده و در نتیجه و امتیازات لازم را اینا بگیره. و این اسلحه ها هم که اینا به دست آورده بود کلا توسط همین کشورهای خارجی و کمپانی‌های هندی شرقی بود که اینا تمویل میشد و در اختیار از اینا قرار می گرفتن. از این جاها به دست آورده بودن این اسلحه را که بر علیه هزارها استفاده میکرد. نام سرزمین های هزارها در آن زمان چی بود؟ نام کل افغانستان که خراسان بود. خود حبیب الله احمد شاه ابدالی هم که اون خاطرات احمد شاهی را اگر بخوانیم، خب اول خود پادشاه خراسان میگه، دیگرایش هم خود را پادشاه خراسان میگفتن. کلا این مناطق به نام خراسان یاد میشد، خراسان تاریخی که شامل بخش‌های از پاکستان، بخش‌های از آسیای میانه، مخصوصاً بخارا، سمرقند و بعضی شهرهای دیگه بود. البته در اون زمان محدود شده بود، اینا در اختیار تزارها قرار گرفته، ولی خب جغرافیای خراسان همینا بود، شامل مناطق از ایران، ولی خب خرد شدهش همین محدوده بود که تا زمان عبدالرحمن حفظ شده بود.
اینا به نام خراسان یاد میشد. ولی خب منطقه خاص هزاره ها اینا در تاریخ به نام قرجستان هست، به نام زابلستان هست. زابلستان یک محدوده زیادی بوده که تا حدود غزنی اینا رو هم کست همین زابلستان شامل میشده. خود غزنی یک زمان مرکز زابلستان بوده. زابل فعلی که ولایت زابل هست که در یک بخش از محدوده زابلستان تاریخی ساخته شده و به نام سیستان یا سیستانی یاد می شده، به نام خلاصه اورزگانی یاد می شده که منطقه پهناور دیگه که در اینجا بوده خب اینا اورزگان بوده و نام های مختلف محلی که در اون زمان وجود داشته. ولی خب جابجایی هم صورت گرفته که پسانا خیلی از اقوام که جاهای دیگه زندگی میکرد و منطقه به نام از اونا بود، از اونجا وقتی کوچانده شده این منطقه، مثلا دایکندی حالا خب فعلا همین مجموعه‌ای که در اونجا هست خب به نام قوم دایکندی میگه. ولی خب در یک روایت ما خواندیم که از خود قندهار تا خود هرات را این محدوده را کلا قوم دایکندی ساکن بوده که در قدیم توسط خود احمد شاه ابدالی این منطقه این مردم سرکوب شده، خب یک مقدارش از اونجا کوچانده شده. یعنی دایکندی مثلا اسم جدیدیه که روی از این منطقه گذاشته شده. حالا اینکه اگر ما در تاریخ جستجو کنیم می‌بینیم که نه، سرزمین دایکندی، مردمای دایکندی که یک از دایه‌های کلان هزاره هست خب اینا در مناطق دیگه ساکن بوده. اینا نامایی هستند که در اون زمان برای هزاره ها و هزارجات یاد میشده. بیشتر به همون مناطق محلی که او زمان نام داشته به همون نام‌ها یاد میشده در درون خود خراسان، و الا در کلیت اینا همه به نام خراسان. پس از جنگ ها هزاره ها و چی مکان ها و کشورهای مهاجرت نمودند؟ خب جنگ هایی که صورت گرفت بسیار یک جنگ تراژدیک، غمبار، خطرناک و با قساوت قلب بسیار شدید اینا انجام شد. طبق تحقیقات و برآوردهایی که وجود داره اکثریت مردم هزاره در اینجا قتل عام شدن و تعداد اندک تا نیستن از اون حفاظت های شدیدی که وجود داشت از اینها عبور کرده به کشورهای همجوار خود برسانه و اینا اکثریت خانواده هایشان در مسیر اینا تلف می شدن، اما اونایی که قوی تر بودن خود را به یک شکل می رساندن. خب اینا در اون زمان در هند که پاکستان امروز شامل هند اون زمان بود در اینجا مهاجرت کردن. اینا در خراسان ایران مهاجرت کردن که قبلا به نام بربری فعلا به نام خاوری یاد میشه اینا و جمعیتشان هم جمعیت قابل توجه زیادیه. آسیای میانه رفتن، ازبکستان، آقای سید عسکری موسوی نوشته که اونجا یک منطقه هست از قوم مسکت در یک منطقه ازبکستان مثلا در اونجا اینا ساکن شده و زندگی مونه. یا منطقه مرو، پنجده، اینا هزاره هستند. در تاجیکستان کسایی هستند که درونن خود را هزاره میگه ولی وقتی که با برادرای تاجیک همنشینی میکنه خود تاجیک میگه، اما از نظر قیافه و ظاهر همین شکل هزاره های فعلی هزارجات را داره. در اینجا به حال اینا مهاجر شدن به صورت گسترده و پراکنده. حتی خب قبرای از اونا در فرانسه هم پیدا شده که اونجا هستن که در امی هزاره پنیری که بوده خب به حال اینا در جاهایی که فرستاده میشده خب اونجا جنگ میکرده. حتی در سیبریا اینا بوده. یک گزارش شفاهی ما چند سال پیش خواندیم که در داغستان یک از جمهوری های خرد اتحاد جماهیر شورویه، اونجا مو هزاره هایی که در تاتارستان بوده، در خود داغستان بوده و اطرافش بوده، اینا جمع شده یک سیمینار برگزار کرده بود. در اون زمان از مرکز انسجام امور ملیت هزاره در کابل از اینا دعوت کرده بود که شما به هر حال یکی دو نفر یا چند نفر رو نماینده در اونجا بفرستیم که اینا بیاید در این جلسه شرکت کنه. و مرکز انسجام امور ملیت هزاره خب بدون صلاحیت دولت مرکزی اینا نمیتونستن کار کنه، لذا مسئولین اینا با اونا در میان گذاشته بودن. اونا گفتن خوبه با شما یک کاری مونیم. پس اونا گفت که اینا یک دو نفر را از تاجیکستان که اینا هزاره نبودن، فارسی زبان بودن، اینا را فرستاده بود داخل از اون جلسه یا به عنوان نماینده هزاره و به عنوان هزاره در اونجا شرکت کرد و بعدش هم دیگه هیچ گزارش از اون جلسه منتشر نشد و اینا میرسانه که اینا در اونجا هم هستن و رفتن تا اونجاها.
از 25 سپتامبر 1893 تا امروز یعنی 2024 وضعیت سیاسی هزاره ها را چگونه می‌بینید و چگونه بررسی می‌کنید؟ هر آدمی که در درون هزاره ها وجود داشت از تمام از اونها که مالیات می‌گرفت. ببین در هیچ جای دنیا چنین رسمی نیست که از آدم مالیات گرفته شد. از اینا مالیات می‌گرفتن، از مواشی مالیات می‌گرفتن، از زمین مالیات می‌گرفتن. مردم به هر حال به یک حالتی رسیده بود که نمیتونستن همین مالیات حکومت رو تامین کنن. چی رسد این که به نیازهای دوم و سوم و نیازی که چهارم پنجم ششم که نیاز سیاست باشه خب به اون مرحله اینا برسه، یا به اون نیاز اولیه گیر مانده بود. در قدم دوم، قدم سوم، قدم چهارم هنوز بر نداشته بود که تا در مرحله سیاست برسه. ولی وقتی که امان الله خان نواسه امیر عبدالرحمن همراه شاه ایران و آتاتورک اینا رفتن خارج و اینا، خب به هر حال روی از اینا اعتراض شد که خب هنوز در کشور شما بردهداریه، شما میخواین به جهان مدرن بپیوندین. به هر حال اینا وقتی برگشت در افغانستان برده شدن هزاره را لغو کرد. یعنی تا اون زمان را هر کس که یک برده میخواست خب میآمد داخل هزاره جات. همین رقم که موری مسکو یک آهو را شکار کنیم، اینا میآمد یک هزاره را از یک جای گرفته با خودش میبرد، این برده بود دیگه. سند بردگی برایش صادر میکرد و در بازار میفروخت یا خودش میبرد برای کار و زندگی. اینا از اینا کس استفاده میکردن. یکی از حرکت‌هایی که صورت گرفت در رابطه خب با مالیات ها، حرکتی کی بود؟ ابراهیم خان گاوسوار که روغن کیچپاوی و مالیات سنگینی که وجود داشت خب مردم به نهایت به تنگ آمده بود. خب ایشان قیام کرد. خب یک مقدار اثراتی داشت و بازم همه امان الله خان یک جلسه را که در پغمان دایر کرد، خب یک تعداد از سران هزاره را در اینجا به عنوان نماینده در این جلسه پغمان در اینجا اجازه داد. یعنی اولین باری بود که اینا خلاصه در حد وکیل و نماینده در داخل از این جلسه و شورا و مجلس اینا شرکت میکردن. دیگه هزاره ها در داخل سیاست نبودن و اگر هم بودن به صورت نمادین و سمبولیک. اگر یک هیئت خارجی یک کسی در اینجا اینا یک تعداد آدمایی داشته باشه که اینا رو نشان میده که اره یعنی آدما همراه از مو است. و الا اگر وزیری بود، اگر وکیلی بود، اینا کلا نمادین و سمبولیک بود، هیچ گونه صلاحیت عملی اینا نداشتن. در طول از این دوران تا زمان آخری که داوود خان به هر حال از بین برده شد و حکومت جدید روی کار آمد، تا او زمان را تقریبا فضا امیر خمود کل دوره ظاهر شاه، چه دوره مشروطه ظاهر شاه، چه او زمان حاکمیت مطلقه داشت، فقط نمایندای هزاره نمایندای نمادین بود. این که اینا پالیسی ساز باشه، این که اینا برای جامعه هزاره مؤثریت داشته باشه، کارایی داشته باشه، چنین چیزی متاسفانه وجود نداشت و هزارجات اونمو یک هزارجات دربدر بود. و مخصوصا این پلان کوچی را که اینا ریختن، این دمار از روزگار مردم در آوردن. در همین مدت، همین فاصله از 135 سال پیش تا زمان ظاهرشاه و تا زمان داوود، اکثریت زمین‌های را که اینا تصاحب کردن در همین مدت بود. یعنی اینا به هر حال اما اجناس را که داخل هزارجات می آورد، خب هزارها مجبور بود یک لباس بپوشن، یک چیز چادری داشته باشه، یک کفشی داشته باشه. خب پول نداشتن. میگفت سال دیگه میایم پولش از شما میگیریم. یا خود از اونا که میگشت از اجناسش فروخته نمیشد، دمی در هزارها میگذاشتن که ما سال دیگه از اونجا پول میخوایم. اونا که میآمد سال دیگه خود در اینجا پول وجود نداشت. میگفت زمین خراب ما قباله کن. تمام زمین‌های را که فعلا در داخل هزارجات کوچیا مالک شده، مثلا در چیجین ورست، در بلخاب، بیسود، یکاولنگ، جای جای هزارجات کلان ادعا داره، کلا به همین سبک بوده. یک سبک کاملا ظالمانه و یک سبک استبدادی و تا هنوزم این وضعیت دوام داره. نقش جوانان برای یک ملت چیست؟ نقش جوان برای یک جامعه نقش حیاتیه، چون جوان انرژی داره، جوان تحرک داره، جوان به هر حال استعدادش کشش داره، جوان میتونه تحول ساز باشه، جوان میتونه در آینده رهبری یک جامعه رو به عهده بگیره و جوان میتونه نیروی کار مؤثر باشه. نیروی کاری که میگم نه کارهای بدنی، کارهای فکری نرم در درون یک جامعه، اینا رو جوان میتونه انجام بده. لذایه که اگر به هر حال یک برنامه ریزی دقیق وجود داشته باشه که خانواده ها روی جوانای خود بیشتر سرمایه گذاری کنه و بیشتر اینا را تربیت کنه
و آینده را به اینا بسپاره، به او به هر حال برداشت ها و خلاصه روحی از اینا یک مقدار احترام بگذاره، این میتونه برای جامعه از ما بسیار در آینده یک چیزی مفید باشه. نقش جوان در یک جامعه نقش قلب برای بدن انسان، همون رقم که قلب وجود انسان به حرکت در میره، همین جوانایی که در یک روزی که لازم باشه دفاع میکنه، در یک روزی که لازم باشه کار و فعالیت میکنه، در یک روزی که لازم باشه جنبش های علمی را میندازه، صحنه های ورزشی، صحنه های دیگه، اینا میتونه درخشندگی داشته باشه. اینا کلا جوانا هستن، لذا نقش جوان بسیار مهم. جناب دکتر، وضعیت امروز جوانان هزاره ها را شما چگونه میبینید؟ بله، جوان هزاره امروز نیروهای بالقوه هستند که اینا در آینده میتونه جامعه را رهبری کنه، مردم را اداره کنه و در عرصه های مختلف علمی، هنری، اقتصادی و عرصه هایی که در دنیای مدرن امروز وجود داره، اینا خب به هر حال فعالیت کنه و درخشندگی داشته باشه. ورزش، تعلیم، تخصص و چیزهای دیگه ای که به هر حال زمینه‌هایش هست. متاسفانه جوان امروز هزاره او رقمی که باید از گذشته و از سابقه خود اطلاع نداره، به خاطر از اینکه گذشته چراغ راه آینده، یعنی اون عبرت هایی که در گذشته وجود داشته و اون شرایطی که در گذشته وجود داشته و او ضعف ها و احیانا نقاط قوتی که در گذشته وجود داشته، خب اینا را باید بدانه که تا بر اساس از او خب یک پلان برای آینده خود اینا برزنن. اینا چیزی که در مکتب خوانده میشه روایت رسمی حکومت از تاریخ و متاسفانه یک گروه مشخصی که در رابطه با تاریخ هزاره ها کار کرده باشه، البته کارهای فردی شده، اشخاص کار کردن، ولی کار گروهی، کار گروپی که از یک تعداد متخصص باشه که در او هم باستانشناس باشه، هم زبانشناس باشه، هم به هر حال بر تاریخ مسلط باشه، آدمایی که تاریخ میدونه، از این رقم آدما باشه، جامعه شناس باشه و در رشته‌های مختلفی که ربطی به قوم شناسی و ربطی به تاریخ و اینا پیدا مونه، اینا به هر حال تخصص داشته باشه که بتونه کار کنه، کار منسجم و منظم انجام میده. چنین کاری تا به حال صورت نگرفته، لذا که او تاریخ هم به اون صورتی که باید متاسفانه منتقل نشده و جوانا و تاریخ هم که در دسترس ما قرار گرفته، خب یا اما روایت رسمی خود حکومت هست که سراج تواریخ، یا بعضی کتابای که مثل مولا محمد افضل ارزگانی در اون زمان نوشته که فاصلش کمه، یک مقدار به وقایع اینا پرداخته شده که او باز خیلی چیزه محدوده، یا مثلا عین الوقایع که ریاضی هروی نوشته، اونم متاسفانه در چاپ‌های بعدی او قسمتی که مربوط به 40 دختران میشه ایرا گرفته حذف کرده. جوان امروز به هر حال باید تاریخ گذشته رو بدونه و ما باید به هر حال یک انجمن‌ها و یک تشکل‌ها و یک مجموعه‌هایی داشته باشیم که اینا را با تاریخ گذشتهش آشنا کنه و یه فواید بسیار زیادی داره و اینکه یک از فایده‌اش اینه که همین خودخواهی و بلند پروازی کاذبی که به انسان دست میده از اینا جلوگیری مونه و یک دردی در درون انسان ایجاد مونه، هدفمندی ایجاد مونه، جوان را به یک سمت و سوی سوق میده که اینا خب باید تلاش کنه که تا در آینده برای جامعه خود مؤثریت داشته باشه. البته نه اینکه کل جوان رو ما یک زمان بیایم بگیم که همه از اینا، نه، خب از درون از اینا خب پیدا میشه انسان‌های با دردی که به مسائل اجتماعی و اینا اهمیت میده و بتونه خلاصه در آینده برای جامعه خود یک نقش، یک رول را اینا بتونه بازی کنه. متاسفانه جوان امروز ذهنش نسبت به تاریخ گذشته خالیه و یک برنامه منظمی که وجود داشته باشه که شعور جوانا، ذهنیت جوانا، آگاهی جوانا نسبت به گذشته، نسبت به حال هزاره ها و پلانگذاری برای آینده یک همچین چیز را به وجود بیاره، یک همچون نهادهای هستن ولی خب اینا خیلی ابتدایی هستن، به او حد پختگی نرسته. میخواییم که یک دو جمله از شهید مزاری را خطاب به مردم و جوانا گوشزد کنیم. یکی از فرمایشات شهید مزاری اینه که هوشیار باشید تا با سرنوشت شما معامله صورت نگیره و یک پس منظر و یک بک‌گراند بسیار قوی داره که خب نیازی به تحقیق داره که چیز باعث شد که با سرنوشت ما معاملش نه. چرا شهید مزاری آمدی جمله را
فرمود و بولد شد، در حال مورد توجه قرار گرفت. یا در یک جمله دیگر گفته بود که کاری کنید که دیگر هزاره بودن جرم نباشه. خب اینجا خیلی سوالات هست. چرا هزاره بودن جرمه؟ چرا شهید مزاری این حرف را گفتن و چی چیزایی و چی عامل باعث شده بود که هزاره بودن جرم باشه؟ جوانای عزیز، با همین نکاتی که ما خدمتشان عرض کردیم و فرمایشات دیگه‌ای که در کتاب احیای هویت و خیلی از کتاب‌های دیگه از فرمایشات شهید مزاری وجود دارد، اینا رو خب به هر حال مراجعه کنه، ببینه هر کلمه از اینا اگر ما عنوان یک تحقیق قرار بدیم، هر کدام از اینا میتونه یک عنوان باشه. اما که هزاره بودن جرم نباشه، خب میریم در داخل تاریخ ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده، چه چیزایی بوده. اینا به هر حال بسیار مهم هست. خب ما به همین دو نکته بسنده میکنیم و عرایزم را در اینجا خاتمه میدیم. خب تشکر جناب دکتر جعفری بابت تشریف آوریدتان در برنامه امروز. این بود برنامه ما، تا بر دیداری بعد. بدرود. سلامت باشین. تشکر از شما و مجموعه‌ای که در اینجا تشریف داشتن و می رقم تشکر از بینندگان محترمی که صدای بنده را شنیدن.